سلام به شما دوستان عزیز. بازی لایو رو با هم شروع میکنیم. ریتینگ رسیده به 1131 و فکر میکنم 7-8 تا برد دیگه فاصله داریم، یعنی 7-8 تا برد پیاپی نیاز داریم که به 1200 برسیم. همین اول کار حریف ما ریتینگ 1164 از سوئیس، حریف قویه و باید ما هم کار رو درست ادامه بدیم. از بزرگ شما که نیمزوویچ لارسن اتک، یعنی حمله نیمزوویچ لارسن، یکی از در واقع گشایشه که خیلی کم باش مواجه شدم من راستش. تو این موقعیت خیلی کم باش مواجه شدم و باید در واقع بیشتر روش فکر بکنیم. همین اول کار داره فیانکدو رو میزنه و جالب بود این مدل بازی، هم جالبه. 7-8 تا برد پیاپی دیگه بتونیم داشته باشیم، میتونیم به 1200 تو بازی یک ماهی که بر خودمون گذاشتیم برسیم. کار رو با هم دیگه داریم جلو میبریم و من همون عرض به حضور شما که ساختار سیسیلیان دیفنس رو میخوام جلو ببرم. اما نکته که هست، فعلا قلعهش که به سمت کوچیک قرار باشه. تو همین شروع کاری که من میتونم بکنم فعلا اسب C6 بازی میکنم. مرکز سفر رو حالا از اینجا میخواد کنترل بکنه. خیلی جالبه، ببینید با 3 تا از بزرگشون که با یک فیل و با یک پیاده میخواد مرکز سفر رو بگیره. منم با یک پیاده و با یک اسب مرکز سفر رو کاور کردم، پس مشکلی پیش نمیاد. ما مسیر خودمون رو جلو میریم و بدون این فوت وقت همون ساختاری که همیشه داشتیم رو خوب کار میکنیم. این پیاده C5 که اومده جلو یک پیاده خیلی قویه که جلوگیری میکنه از این پیاده که مرکز صفحه بخواد بازی کنه. فیل C4 خیلی پرتکراره تو همین ساختاره که من بازی میکنم. مقابل سیسیلیان فیل C4 بسیار پرتکراره. دلیلش هم اینه که به راحتی میخوام فشار بیارن رو خونه F. این رو به راحتی در واقع ما میتونیم دفع کنیم این خطر رو و مشکلی پیش نمیاد. من با E6 این خطر رو رفع میکنم، اصلا مشکلی بر من پیش نمیاد. بعد تو فکر گسترش اسب میتونم باشم، فیلم رو بکشم بیرون و قلعه رو بزنم. شاید اینجا سیستم قلعه بزرگ هم بد نباشه، یعنی قلعه بزرگ باعث میشه که من بتونم پیاده‌های سمت چپ رو برونم به سمت بالا که میخواد قلعه بزنه، مسیرش رو سخت کنم. عرض کردم این فیلی که اومده به راحتی یه دفاع خیلی خوب ما با E6 میتونیم بزنیم و فیل مجدد برمیگرده عقب. ببینید شما 2 تا تمپ عقب میافتی با این کار، یه دونه رفت یه دونه برگشت، یعنی 2 تا تمپ عقب میافتی. من دارم همینجوری مهرهامو گسترش میدم. امیدوارم این بازی رو بتونیم ببریم و قراره مثل اینکه بازی جذابی باشه. من اسب 6 میزنم، حریف من H3 بازی میکنه و کار رو داریم جلو میبریم. تو فکر در واقع کشوندن فیل بیرون هستم. میتونم فیل رو E2 بزنم، E7 بازی بکنم، یا اینور میتونم در واقع هم ساختار فیانکدو بزنم و قلعه بزرگم داشته باشن. هر جفتش قابل بازیه. اما یه نکته منفی که هست، این فیل این قطر رو خیلی محکم داره نگاه میکنه. خب شاید تو این مقابل این در واقع نیمزوویچ لارسنی که گذاشته ما بتونیم خیلی راحت اینجا فیل E7 بزنیم و قلعه رو به صورت کوچیک ادامه بدیم و اصلا مشکلی پیش نیاد. اما باید اینجا یک نکته رو ما دقت کنیم. یک سری پیاده دارن مثل چی اینجا حمله میکنن از سمت چپ. خب و اتفاقی که میتونه بیفته، حتی من این قابلیت رو دارم که قید قلعه کوچیک رو بزنم چون پیاده ها دارن حمله میکنن و یک فیلم از این ور داره این قطر رو نگاه میکنه. خب حتی میتونم قید قلعه کوچیک رو بزنم. تو بازی ها من برام تکرار شده این مسئله و فیلم رو بکشم بیرون، وزیر بازی کنم و بتونم قلعه بزرگ بزنم. یعنی یه جورایی حریف غافلگیر میشه و من حالا با پیاده حمله میکنم. ببین ساختار دفاعی شاهش رو ضعیف کرده و یک مقدار میتونه شاهش آسیب پذیر باشه. نمیدونم الان دقیقاً کدوم ولی میخواد قلعه بزنه. این نکته بازیه، هیچ کدوممون نمیدونیم کدوم میخوام کدوم ولی قلعه بزنیم و یکی از خوبیای کار همینه. فیل D7 بازی میکنم. من هم بهش نمیگم فعلا کدوم ولی میخوام قلعه بزنم. خیلی بیشتر از این بخواد پیاده سمت چپ رو برونه، نیمه سمت چپ سفر بخواد برونه که همین کار رو میکنه، من احتمال بالا میخوام قلعه به سمت بزرگ بازی بکنم. اما یک مسئله که اینجا داره به وجود میاد، بعد از بلند کردن اسب فیل میتونه تو این خونه پوشش بده. خب و یک ساختاری که احتمالاً قبلش خیلی تمرین کرده براش که در واقع بلند کنه اسب من رو و بعدش بتونه فشار رو پیاده من بیاره، بعد فشار رو فیل من رخ من بیاره. خب این مشکل رو هم ما میتونیم برطرف کنیم. این مشکل رو هم برطرف میکنیم. مشکلی نیست که بخوایم خیلی اذیت بشیم بابتش. خیلی باید دقت بکنم که
اسب رو جای خوبی به کار بگیرم، فیلش به راحتی دسترسی داره الان به اینجا، اصلا مشکلی نیست، از این بابت که بعدا حرکتایی که میخوایم بزنیم قرار جذاب بشه. خب من به راحتی میتونم رخ رو بیارم اینجا، رخ جی 8 بزنم و یک پیاده اینجا میتونم ازش بگیرم. خب مشکلی برای رخ جی 8 نمیبینم، رخ جی 8 رو میزنم، بعد قطعا تو فکر قلعه بزرگم، من اینجا قطعا تو فکر قلعه بزرگم. این پیاده قابل دسترسه، پیاده رو میتونم روش کار بکنم، پیاده که خیلی بیش از حد جلو اومده، احتمالاً بخواد فیل و پیاده رو یه جوری به هم وصل بکنه، گزینه رو داره، فیل و پیاده رو هر جفتش رو میتونه به هم وصل بکنه، ولی باز من این در واقع پیاده رو میتونم روش کار بکنم، چون با 2 تا فشار روش نشستم و حریف من نمیتونه از اون پیاده دفاع بکنه به تنهایی نمیتونه دفاع بکنه، مگر اینکه بخواد اسبش رو بازی بکنه، گزینه رو داشت. خب که البته کار به اونجا نکشید، اما البته من با 3 تا فشار بودم، اصلا اون قابل دفاع نبود اون پیاده. خب یه پیاده اینجا گرفت، زد و فرار کرد. خب هیچ مسئله ای نداره، من پیاده رو پس میگیرم، فیل من به پشتوانه رخ نشسته اینجا، حالا بعد از بازی کردن وزیر میتونم قلعه بزرگ بزنم، این مسئله ای که کاملا برای من سیف و امنه. نگاه میکنیم که اسبش اومده روی فیل من، فیل معمولا مهره قدرتمندتریه، مهره پرقدرتیه و شاید در واقع فیل رو من به اسب ندم، عرض به حضور شما که احتمالا فیل رو نمیخوام به اسب بدم و فشار همچنان رو این فیل دارم میارم که هم وزیر من هم اسب من دارن از این حمایت میکنن، خیلی پرقدرت داریم کار رو جلو میبریم، احتمالش هم هست که حریف بخواد قلعه بزرگ بزنه و این فیل پرقدرتی میشه و همین اول کار میتونم این فیل رو ازش بگیرم. خب همین اول کار میتونم فیل رو ازت بگیرم و بعد از اون قلعه در واقع بزرگم رو بزنم و کار رو ادامه بدیم. حالا میاد با پیاده دفاع میکنه از این مسیر، جالب شد. من خیلی فشار نمیخوام بیارم و بازی خودم رو میخوام جلو ببرم، E7 بازی میکنم، وزیر E7، بعد تو فکر قلعه بزرگم. خب هنوز هم حریف من قلعه نزده حریف، باید به این دقت بکنیم و باید دقت کنیم که این پیاده بعدا میتونه اسب من رو تهدید بکنه، البته که اسب راحتی میتونه تو خونه خیلی محکمی بشینه و از شاه من بیشتر حمایت بکنه و جالبه که داره با اسبش بازی میکنه. خب این اسب احتمالاً این خونه رو یه گوشه چشمی بهش داره، این 2 تا خونه رو داره نگاه میکنه، فعلا خطر جدی برای من نیست، این اسب بازی کردنش فعلا خطر جدی برای من نیست. این اسبی که بخواد B5 بازی بکنه، میگم هر 2 تا بازی رو داره، خب هم B5 رو داره هم C4 رو داره، هر جفتش رو داره، ولی باید اولویت بندی کنم ببینم که الان قلعه رو بزنم بهتره یا اینکه این اسب رو بخوام جلوگیری کنم. شاید اسب اونجا جلو اومدنش به تنهایی فشار جدی بر من نیاره، من قلعه رو میزنم و نگاه کنید که تراکم مهرهای من نیمه راست صفحه خیلی بالاتره. خب پس منطقی ترم بود که من قلعه بزرگ میزدم و کم کم دیگه حالا باید حملمون رو به سمت شاه شروع کنیم. شاهش مرکز صفحه مونده، پس اگه قرار بیشتر از این مرکز صفحه بمونه، من پیاده‌های مرکز صفحه رو میتونم حمله کنم و مرکز صفحه رو بشکافم، شاه که قلعه نزده رو بتونیم یه جوری روش کار بکنیم. امیدوارم که تو این بازی اشتباهی نزنم و این در واقع ترکیبی که خیلی پیچیده و جالب داره جلو میره رو بتونیم به ثمر برسونیم. شاه من بسیار جای پرقدرت و محکمی نشسته، حالا وزیر داره فعالتر میشه، وزیر این پیاده من رو داره نگاه میکنه، باید خیلی بهش حواسم باشه. از طرفی میتونم با رخ دفاع بکنم ازش، رخ من هم با فیل حمایت شده و فکر میکنم دفاع خوبی باید باشه و مسیر بهتری برای این دفاع ندارم، یا میتونم حتی پیاده رو برونم، همه این گزینه‌ها هستش. روندن پیاده هم خیلی حرکت بدی نیست، ولی دفاع میکنم ازش، بخواد بیشتر فشار بیاره رخ دوم رو هم میتونم فعال بکنم.
بعد از این تو فکر حالا فعال کردن فیلم میتونم باشم، در واقع با این حرکت E5 بتونم فیلم رو فعال بکنم، توی قطر سفید بیشتر فعالیت داشته باشه و کار رو جلو ببریم. این سوارهای سبک من خیلی خوب اینجا نشستن دارن مرکز سفر رو کنترل میکنن. نقطه ضعف حریف اینه که فیل سفیدشون هنوز به کار نگرفته. شاید الان وقتش باشه که فیل سفید رو اضافی بکنه. خب شاید الان وقتش باشه که فیل سفید رو اضافی بکنه و قلعه رو بالاخره میزنه. بالاخره حریف ما قلعه رو میزنه. این نشون میده که کار رو میشناسه، یعنی بلده چجوری باید بازی کنه. خب و وقتی حریف بلده چجوری بازی بکنه، ما هم باید حالا به سمت شاهش هجوم ببریم. البته الان دیگه با پیاده نمیتونم بهش حمله بکنم چون شاه خود من ضعیف میشه با این حرکت ها و کار رو باید جلو ببریم. ببینیم که این بازی که انقدر سخت داره جلو میره رو قراره چجوری ما ختم به برد بکنیم. حرکت های خوب، دنبال حرکت های خوب باید بگم. 10 دقیقه تایم دارم، حریف نزدیک 14 دقیقه تایم داره و وزیر من یک مقدار اینجا غیر فعال نشسته. خب شاید هجوم بردن به سمت مرکز سفر جزء حرکت خوبی باشه، من مانعی برای این نمیبینم. مرکز سفر رو میخوام کنترل کنم و بعد از این باید حواسم باشه این اسب من بدون دفاع نشسته. الان مسیر فیل من فعال شده، حالا میتونم اسبم رو مجدد مسیریابی مجدد بهش بزنم. حتی اینجا تو B6 میتونم بازی بکنم و خونه های بیشتری از اطراف شاه رو کنترل بکنم و پیاده های مرکز سفر رو به سمت جلو هدایت کنم. یعنی عرض کردم این اسب من بی دفاع نشسته و خیلی راحت میتونه رو اسب من کار بکنه. حالا بعد ببینیم این پیاده 2 تا خونه رو کاور کرده. وقتی داره خالی میکنه، حرکت میکنه به سمت جلو، 2 تا از خونه ها ضعیف میشن. یعنی اینجا اسب من میتونه به راحتی بشینه. اسبی که پرقدرت میشینه مرکز صفحه و بلند کردن این دیگه کار هر کسی نیست، چون پیاده ای نیست که بخواد تو این مسیر اسب من رو اذیت کنه. حالا پس بهتره که به جای عقب نشینی حتی من به سمت جلو هم حرکت بکنم. خب پس من این حرکت رو میزنم، اسب F4 بازی میکنم. اسب F4 این گزینه رو داره به من فعلا میده، با 2 تا سوار دارم نگاه میکنم. حریف منم الان با 2 تا سوار نگاه میکنه، فعلا نمیتونم روش کار کنم، ولی تو آینده این امکان رو دارم. یعنی تو آینده قابلیت کار کردن رو پیاده رو دارم. رخ من یک ستون خیلی باز و خوب داره کاور میکنه. اسب C4 بازی میکنه. اسب C4 فشار رو این پیاده است، اینجا اصلا کاری نمیتونه بکنه. فشار رو عرضشون که این پیاده که باز هم به تنهایی نمیتونه کاری بکنه و وقتی به تنهایی نتونه کار بکنه این گزینه رو هم نداره، این گزینه رو نداره و شاید بد نباشه. حالا من عرض حضور شما که شاه هم رو حتی میتونم یک مقدار ضعیف کنم یا اسبت رو تهدید کنم و بعد از این اسبت باید عقب نشینی کنه. این گزینه هست. خب همزمان در واقع پیاده هم دارم به سمت جلو میرونم، این رو باید دقت کنم. مشکلی بابت این حرکت نمیبینم، من اینو بازی میکنم. اسبش حالا تهدیده، اینجا رو نداره، اینجا رو نداره. عرض به حضور شما که اینجا رو نداره، هیچ کدوم خونه‌های به سمت جلو رو نداره، پس مجبوره به سمت عقب بازی بکنه. تنها گزینه‌ای که داره یه دونه E3 و از این طرف A3 رو هم داره، یعنی 2 تا خونه رو داره. خب اسبش به سمت عقب حرکت کرد. این هم حرکتی بود که ما تونستیم به وجود بیاریم. فقط خیلی باید دقت کنم که شاه من یک مقدار در واقع پیاده‌ای که به سمت جلو حرکت کردن ممکنه شاه من رو ضعیف بکنه. اسب این گزینه رو داره، این گزینه رو داره که همزمان وزیر من رو تهدید میکنه. البته اسب راحتی میتونه برگرده، اونجا رو نداره، ولی اسبش این گزینه رو داره. البته فعلا فیل من اینجا نشسته، ولی بخواد بزنه این گزینه رو داره. چنگال روی وزیر و رخ من داره. خب این اسب چنگال رو وزیر من بخوام بزنم با پیاده پس میگیره، پیادهش دور میفته، مشکلی برای من پیش نمیاد. یعنی تا وقتی که فیل اینجاست فکر نمی‌کنم مشکلی برای من به وجود بیاره این حرکت. حتی تو فکر دوبل کردن رخام هستم. رخام بتونم دوبل بکنم تو ستون جی که یه ستون خیلی محکمی برای من داره کاور میکنه، بتونم دوبل بکنم، میتونم مانور خوبی روشون بدم. اما باید خیلی حواسم به این چنگال باشه، شاید برای اینکه اون چنگال رو نخورم یک مقدار وزیرم رو فعال‌تر کنم. وزیر من کامل این گوشه گیر افتاده و هیچ فعالیتی نداره. خب
شاید وقتش باشه که یک مقدار وزیرم رو فعالتر بکنم. شاید وقتش باشه وزیرم رو فعالتر بکنم و یک پیاده که جلو آوردیم بالاخره مشکل رو به وجود آورد برای ما و در واقع اون فیلی که اون گوشه نشسته بود خیلی پرقدرت اومد روی این پیاده من کار کرد و ببینیم که کار رو چجوری میتونیم جلو ببریم. حالا من میتونم اسبم رو مسیر مجدد بزنم، با فیلم روش کار بکنم، فیلی که اومده جلو و یک مقدار داره کار من رو سخت میکنه. خب البته این فیل نگاه کنه این خونه رو ضعیف کرده. خب این فیل قبلا از این خونه حمایت میکرد، پس من حتی با اسب میتونم برم یه پیاده ازت بگیرم. خب یعنی این گزینه رو دارم، پیاده که از من گرفت و پس میگیرم، ضمن اینکه بعدش یه حرکت مجدد دارم که بتونم چنگال بندازم. فعلا تهدیدی بابت این نیست و من به راحتی رو بازی میکنم. رخش بعد از بلند شدن اسب من به این پیاده من هم دسترسی نداره چون رخ من اینجا رو کاور کرده. این پیاده حرکت بعدی من میتونه باشه اگر دفاع نکنه، ولی احتمال خیلی بالا از اون دفاع میکنه چون چنگال محکمی قراره رخ و جفت رخاش بندازم. احتمال خیلی بالا از اون پیاده با یکی از رخاش میتونه دفاع بکنه. اصلا نگران این اسب نیستم فعلا. و در واقع بورد ویژن که انگلیسی رو میگم باید دقت کنید. این فیلی که اومده بود من تو تحلیل‌های قبلیم کامل داشتم که این فیل از این پیاده حمایت کرده. خب و دلیل نزدن من اون پیاده همون فیل بود و وقتی جابجا میشه حالا فرصت فعالیت به من میده. خب عرض کردم با یکی از رخا به راحتی میتونه دفاع بکنه و من حالا حتی کار کردن روی این پیاده رو هم بد نمیدونم. یعنی روی این پیاده بتونم کار بکنم با یک فشار بیشتر و دفاعی نداره. فکر میکنم اون پیاده دفاعی نداره. چرا؟ چون وقتی رخ بشینه اینجا من با اسبم میتونم روش کار بکنم. اگه بخواد پیشنهاد تعویض یه بار مسیر رو با هم جلو بریم. 6 دقیقه چقدر من تایمم کمه. بیام اینجا اگه بخوای تهدید کنی میزنم با رخ مجدد بشینی اونو نداره. من فکر میکنم فعال کردن، البته اسب داره اینجوری میبینه یک مقدار دارم باید سریعتر بازی کنم. من یک مقدار باید سریعتر بازی کنم، کمتر فکر کنم. اسب کارو خوشو کرد برمیگرده سر جای قبلیش. حالا این کیش رو من دارم اینجا، کیش رو خیلی خوب دارم میبینم و کیش خوبی میتونه باشه. به تنهایی کار خاصی نمیکنه ولی خب مسیری که بعداً دارم، یعنی رخ بخواد یه سوتی بده بیاد رخ فایل باز رو کنترل بکنه، من میتونم با یک کیش اسب کارشو سخت بکنم. و دقیقاً فکر کنم این حرکت بابت این بود که من کیشو ندارم، وزیر اینجا رو داره نگاه میکنه. خب سریعتر بازی کنیم، یک مقدار سریعتر بازی کنیم که از بابت تایم به مشکل نخوریم. 6 دقیقه و 26 ثانیه، حریف 12 دقیقه. تایمش دقیقاً 2 برابر تایم منه و A5 میزنم. A5 بازی میکنم. هدفم اینه که به سمت شاهش حرکت و خیلی دفاع محکمی چید. یعنی این سیستم نیمزوویچ لارسن اتکی که گذاشته واقعا شاهش خیلی جای محکمی نشسته و ساختار دفاعی که برای شاهش چیده بود واقعا محکم بود. اینو باید بهش اذعان کنیم. نفوذ به این سیستم یک مقدار برای من سخت شد. لازمه که مطالعه این گشایش رو بعد از بازی حتما مد نظر داشته باشیم که بیشتر روش کار بکنیم. گشایش خوبی بود. تو بازی ناردیسکی هم من در واقع این اسمشو زیاد شنیده بودم. در واقع نیمزوویچو اسمشو زیاد شنیده بودم. خب هدف این اسب قطعا کار کردن روی این رخ منه و اسب دقت کنید بعد از بازی کردن چه خونه رو خالی میکنه؟ این خونه. پس امکان کار کردن رو خونه رو به شکل محدودی من دارم که یه نیم نگاهی هم به وزیرش داره و بعدا میتونم روش مانور بیشتری بدم. خب به حمایت اسب من رخ اومده تو رنگ دوم نشسته و حتی من رخ بعدی رو میتونم اضافی بکنم. از اون بازی‌های خیلی سخته. ریتینگ حریف 1164 از سوئیس، ریتینگش 30 تا از من بالاتره، 33 تا و طبیعی هم هست یه مقدار بهتر بازی بکنه ولی کار رو میخوایم جلو ببریم. پیشنهاد در واقع تعویض مهره میده. فیل رو در ازای یک اسب میگیره و من مشکل بابت این ندارم، اصلا مشکلی ندارم و
ببینیم که چی بازی میکنه، از این ساختار پیچیده چی میتونیم در بیاریم که خدا رو خوش بیاد. این اسب رو من دارم که بتونم فشار، البته فعلا نمیتونم فشار بیارم چون مسیر وزیرش باز شده. دول کردن رخ‌ها جزء حرکت خوب من میتونه باشه. دول کردن رخ‌ها جزء حرکت‌های خیلی خوب من میتونه باشه، حرکت قوی. این پیاده من بی‌دفاع افتاده اینجا، حالا مجدد داره برگشت سر جای قبلیش اسبش و از بابت متریال کاملا برابریم، ولی دلیل نمیشه که من بخوام بازی رو جدی نگیرم. رخ مجدد برمیگرده سر جای قبلیش چون جایی نداشت و همزمان از این پیاده هم دفاع میکنم و خودش با این فیل من کاور شده. شاید بهتر باشه شاهم رو یکم بکشم در واقع مرکز صفحه، از این سمت بیشتر بهش حمله بکنم. خب این نکته رو میتونم داشته باشم. از فیلم میتونم کار بکشم. فیل من یک مقدار غیر فعاله، اونجوری که میخوام فعالیت نداره فیل تیر رنگ من. خب تهدیدی نیست چون بخوام بزنم پس بگیره، مجدد با وزیر میتونم پس بگیرم و یک پیاده جلو میافتم. خیلی سریع میخوام این رو بزنم، اصلا فکر نمیکنم بابتش و حالا اسبش زیر فشاره، همزمان فیل من هم بی‌دفاع. اینو باید خیلی بهش دقت کنم. یک مقدار ساختار من پراکنده شده، راستش یه دونه پیاده که جلوم اونقدی تاثیرگذار نیست، یعنی اون یه دونه پیاده انقدی ارزش اینو نداره که بخوام ساختار خودم به هم بریزم. به راحتی روی این پیاده بی‌دفاع من میتونه کار بکنه و از سمت راست حالا میتونه به من حمله بکنه. حریف این گزینه رو داره. ببینیم این اسب رو میبینه، اسبی که اینجا تو تیررس وزیر من رو میبینه یا یادش میره. در واقع اشتباه و بلاندر یکی از خاصیت‌های تو این محدودهایی که ما داریم بازی میکنیم، حتی محدودهای بالا 2500 هم اشتباه بلاندر هست. تو گرند مستر هم خیلی اشتباه بلاندر حتی میبینیم. خب عرض کردم دیگه، ببین این اسب اینجا بی‌دفاع نشسته و وقتی شما نمیبینی، خب یک سوار کامل وقتی من جلو بیفتم برای من خیلی میتونه تعیین کننده باشه. درسته وزیر من جای خطرناکی میره ولی من این اسب رو میزنم. یک سوار کامل که جلو بیفتیم، حالا میتونیم با آرامش و طمأنینه بیشتر کار رو دنبال کنیم. عرض کردم دقیقاً همین الان داشتم در مورد این ندیدن اسب صحبت میکردم که تو لایو بازی این اتفاق افتاد. یعنی رو اشتباهات حریف شما میتونید حساب کنید. حالا نکته‌ای که هست، از بابت بازی ما کاملا جلوییم، اما رخ و وزیر من تو یک ستون نشستن که اصلا چیز خوبی نیست. مخصوصا که رخ من بی‌دفاعه و خیلی سریع من باید یه فکری به حال این وزیر من بکنم که بی‌دفاع تو ستون رخ نشسته. خب این گزینه هست. حالا تا جایی که میتونم من باید وزیرم جای خیلی امن و مهمی بکارم. مثلا یکی از خونه ها G4 میتونه خونه خوبی باشه. حتی این کیش رو من الان دارم. به تنهایی کار خاصی نمیکنه اون کیش، ولی اون گزینه رو دارم. به پشتوانه وزیرم اون کیش رو دارم. رخامو باید به هم وصل کنم و یک فکری به حال شاهم بکنم. این کارهایی که میخوام الان انجام بدم، ببین مهرهای من خیلی ولنگ و باز نشستن. این فیل من بی‌دفاعه، این رخ من تک دفاع شاهه، وزیر من بی‌دفاعه. حالا با فیلش فعال میشه، داره فشار میاره رو اون پیاده من و هر جوری هست باید ازش دفاع بکنم. یکی از راههای دفاع وزیر من که این قطر رو کامل میتونه برگرده عقب، یکی از مسائلی که میتونم دفاع کنم و وزیر هم جای امنی میشینه. حالا یک مقدار خیال راحت تره. وزیر حالا از سمت راست میتونه به شاهش حمله بکنه، این گزینه هست. یک مقدار شاهم و جاشو امن‌تر بکنم، جفت رخ‌ها رو میتونم بکشم اینور و عرض حضور شما که مانور بدم به سمت شاه حریف. خب این موضوع رو متوجه میشه و اجازه نمیده من با شاه بهش نفوذ بکنم. این گزینه هست. بازی از سمت راست صفحه کاملا بسته است. 5 دقیقه و 40 ثانیه یک مقدار سریعتر بازی کنم. بازی از این سمت کامل بسته است، اما یک پیاده رونده دارم که میتونم ازش استفاده بکنم. و خیلی براش دردسر درست میکنیم. پیاده رونده رو میرونم. پیاده که هیچ پیاده جلوش نیست رو میتونیم ما ازش به خوبی استفاده کنیم. پیاده رونده رو ببینید 1 2 3 4 تا خونه فاصله داره تا
مقصد و این مقصد رو به خوبی وزیر من داره نگاه میکنه. بعدا میتونم 2 تا رخ بیارم پشت اون خونه بکارم و خیلی میتونم حریف رو اذیت کنم با یک سواره بیشتری که دارم. خب حالا مجدد داره فشار میاره روی پیاده من و میتونه الان بگیره. شاید من بهتر بود روش کار میکردم اون پیاده‌ای که به راحتی میتونه از من بگیره، پیاده‌ای که میتونه از من بگیره و یه دونه از متریال پس بگیره. ولی خب من گزینه روندن رو همچنان دارم. خب اون پیاده گرفتنش خیلی چیز خاصی نیست، فشار میاره روی فیل من، رو رخ من میذاره که به راحتی میتونم جابجا بکنم و مشکلی برای من پیش نیاد. وزیر بعدا نمیتونه اضافه بشه چون پیاده من اینجا رو کنترل کرده. خب عرض به حضور شما که تا جایی که میتونم حالا باید تو خونه‌های سفید بازی بکنم. وزیر فعلا دسترسی نداره به این خونه، البته که یک مقدار کار داره سخت میشه. این پیاده رو بخواد برونه میتونه رو من فشار بیاره یک مقدار. خب من فعلا رخم رو میکشم کنار، بعد میتونم حتی فشار روی فیلش بیارم. خب یعنی حتی این گزینه فشار آوردن رو فیل رو دارم که فیل جایی که نشسته اصلا جای خوبی نیست، نزدیک شاه منه و من اصلا این مورد رو دوست ندارم. این فیل من بی‌دفاع نشسته، خیلی باید بهش دقت بکنم. فیل که خودش داره از پیاده حمایت میکنه، خودش بی‌دفاعه و میتونه مشکل به وجود بیاره. خب متوجه این داستان میشه و رخ رو میبینه و دیگه فیل اونجا نگه نمیداره. پیاده روندنش از گزینه‌های اصلیش میتونه باشه و حتی این پیاده روندنش فعلا تهدید جدی نیست. حتی من میتونم شاهم رو ببرم جای امن‌تر که اصلا کامل از تیررسش دور باشه. گزینه رو دارم، من این گزینه رو دارم، میتونم شاه رو یه جای امنی بکارم و یک مقدار با خیال راحت‌تر کار رو جلو ببریم. خب هدف من روندن پیاده رونده است. با یک سوار بیشتری که داریم هدف من روندن پیاده رونده است و کار رو میخوایم خیلی محکم جلو ببریم. امیدوارم که بتونیم با یک برتری که داریم کار رو ببریم. خب چه مزیتی داشت این پیاده که بازی کرد؟ احتمالا مسیر این وزیر به این پیاده رو داره باز میکنه، مسیر وزیر به پیاده رو داره باز میکنه، ولی من میتونم حتی رو وزیرت کار بکنم، با رخ میتونم رو وزیرت کار بکنم و وزیر مجبور میشه از این رنگ بکشه خودشو کنار. خب وزیر مجبور میشه خودشو از اون رنگ بکشه کنار. اون گزینه رو من دارم، یعنی رخ تو این ستون بشینه، وزیر رو دور بکنم و بعد از این میتونم در واقع این رو برونم. فکر میکنم این حرکت خوبی باید باشه. هجومی بازی میکنیم، ریسکی بازی میکنیم، هجومی بازی میکنیم و حتی وزیر من این خونه رو داره میبینه. یعنی رخ بعداً بخواد جابجا بشه میتونم با وزیرم روش کار بکنم. حالا باید وزیرش رو جابجا بکنه، بعد پیاده من میتونه بیاد جلو، بعد میتونم حتی رخم رو اضافی بکنم به داستان، رخ دوم رو بیارم، وزیرم رو بیارم و پیشنهاد تعویض رخ ها رو میده. پیشنهاد تعویض رخ رو که بده برای من خیلی بد نمیشه. بخوام بزنم با وزیر میشینه اینجا، یک خونه دیگه میرونم جلو. خب پیشنهاد تعویض اونقدر برای من بد نیست. پیشنهاد تعویض اونقدر برای من نیست چون بعدش رو این پیاده هم میتونم، البته که وزیر جا باشه رخ اونجا رو میبینه نمیتونم روش، ولی خب میخوام بزنم. بیشتر از این فکر نکنم چون تایمم واقعا کمه، باید خیلی سریع بازی بکنم. خیلی سریع باید بازی بکنم. حالا داره این خونه رو نگاه میکنه، بعداً با یک فشار مجدد میتونه روش کار بکنه. پس خیلی واجبه که من پیاده رونده رو ازش حمایت بیشتری بکنم و احتمال زیاد رخ رو میخواد برونه و من حالا میتونم با وزیرم ازش دفاع بکنم و حتی جلو هم میتونم برونم. یعنی اسب من داره اونجا رو خوب میبینه، باز هم جلوتر میتونم برونم. رخم رو حالا وقتش اضافی بکنم و در واقع اون پیاده رو به سمت جلو هدایتشون. خیلی باید حواسم باشه که این دوتا پیاده رو، دوتا از مهرهای من دارن زیر ضرب گذاشتن. این پیاده رو F3 رو وزیر من زیر ضرب گذاشته، این یکی پیاده رو هم اسب من، و به محض اینکه دفاع نداشته باشن که الان اینو شاه دفاع کرد میتونم روشون کار بکنم. خب حالا شاید وقتش باشه که رخ رو بیارم فعال بکنم. رخ رو فعال میکنم تو ستون باز یا حتی تو ستون H، هر جفتش قابل بازیه برای من
و اینجا یک پین خوشگل میتونم رو وزیرت بندازم. هر موقع وزیر و شاه توی یک رنگ یا توی قطر توی ستون قرار میگیرن ما میتونیم روشون کار بکنیم. الان مثلا یکی از کارهایی که میتونم داشته باشم این رخی که بخواد بیاد توی جیدو بشینه، یک پین خیلی خوبی آچمزی خیلی مشتی میتونیم بندازیم رو وزیر اگه بتونیم این فرصت رو بتونیم داشته باشیم و حریف نبینه، یعنی حریف از در واقع دیدش جا بمونه. خب رخ من به راحتی میتونه اضافی بشه توی G8 و از این ور این مسیر رو داریم که بتونیم رو وزیرش کار بکنیم. خیلی فکر میکنم ساختار خوب داره جلو میره با یک سواره‌ای که ما تونستیم همون اسبی که بگیریم الان مزیت اصلی ماست، یعنی این اسبی که گرفتیم مزیت اصلی ماست. از بابت انجین الان بخواد نگاه کنه فکر میکنم چهار اینطورا در حد 4-5 برای مشکی داره نشون میده و خیلی خوب میبینه این تاکتیک رو، خیلی خوب میبینه که رخ رو میاره تو اون ستون میذاره. وقتشه دیگه پیاده رونده رو من برونم، بیشتر از این معطلش نکنم. پیاده رونده رو تاکتیک برخواستم اینجا دارم میبینم، یعنی بکارم پشت این اسب رو که جابجا بکنم یا مثلا اسب رو هر جای دیگه بذارم بتونم رو رخت کار بکنم. اون تاکتیک رو هم دارم. خب یعنی فیل G5 بزنم تو قطر رخ بمونم، اسب رو که بلند کنم هم وزیر هم رخ جفتشون زیر فشار میمونن. خب اما بعدیش اینه که اسب من اون گوشه بدون دفاع میفته. خب این خونه رو این خونه 2 تا مهره داره کار میکنه، یعنی اینجا خیلی محکم بسته، به تنهایی پیاده من نمیتونه رد بشه از اونجا. پس لازمه که فکر میکنم لازمه که من اینو بازی میکنم فعلا زیادتر از این، بیشتر از این که فکر نمیکنم و الان هم این گزینه رو دارم، همین الانش هم این گزینه رو دارم که بتونم رو وزیرت کار بکنم و دقیقاً این تاکتیک رو میبینه. خب حالا داره میگه اگه بخوای جلوتر بیای، میگه اگه فیل رو اینجا بخوای رخ رو اینجا بکاری با 2 تا فشار دارم میبینم من اونجا رو. خب برای این منظور من میتونم حتی وزیرم رو حالا اضافی بکنم. خب یعنی قبل از این فعلا چون در واقع دسترسی به این پیاده من با سوار دیگه ای نداره الان، خب من میتونم تو خونه‌های سفید بازی میکنم و میتونم وزیرم رو اضافی بکنم، یعنی وزیر حالا بخواد اینجا اضافی بشه دیگه جلوی اون حمله رو نمیتونه بگیره. خیلی خوب مهره‌های من چیده شدن، یعنی فیلشو کلا از کار انداختم. واقعا این چیدمان مهره‌ها داره خیلی برای من خوب کار میکنه. پیاده رو خیلی نمیتونه نگرانی برای من ایجاد بکنه روندن این پیاده، چون من از اون سمت دارم فشار خیلی زیادی به حریف میارم و اگه بخواد بیاد جلو خیلی نگران اون موضوع نیستم، حتی شاید واکنش هم نشون ندم. من جنگ اصلی فعلا سمت چپ صفحه و اون پیاده رونده‌ای که برای من داره کار رو خیلی خوب جلو میبره. خب ببینیم هدف بعدی من اضافه کردن وزیر توی G8 و بتونم رخ رو اضافی کنم اینجا و با 2 تا فشار ازش حمایت میکنم و البته من روی این پیاده میتونستم کار بکنم، این پیاده رو داشتم. خب که اشتباه کردم نزدم، راستش اشتباه کردم نزدم، دلیل نمیشه که مسیرم رو ادامه ندم، یعنی کاملا قابلیت زدن این پیاده رو داشتم. همون اول بازی هم خودم اشاره کردم، گفتم این وزیر من داره پیاده رو میبینه، ولی خب در واقع همین چیزایی که میچینیم و بعداً از یادمون میره شطرنج رو رقم میزنن. احتمالش هست بخواد یه فشار دیگه روی این پیاده من بیاره، ولی اصلا برای من مهم نیست، اصلا برای من مهم نیست، چون این تاکتیکی که در واقع ایده‌ای که تو ذهن منه خیلی برای من اهمیتش بالاتره. رخی که بخواد اضافی بشه، حتی شما بخوای عرض به حضور شما که رخ رو مجدد اضافی کنی، من با یک تعویض رخ اجباری کیش بهت میدم، رخ‌ها با هم تعویض میشن و کار من ساده تر میشه. تعویض رخ اجباریه اینجا. میخواست شاهش رو فراری بده جایی که تو این در واقع موقعیت نمونه، ولی کارایی نداره. وزیر من اینجا بی‌دفاعه، باید خیلی حواسم به این باشه و همونجوری هم که گفتم تا جایی که میتونم باید تو خونه‌های سفید رنگ بازی بکنم که مشکل پیش نیاد. و یه نکته باید دقت کنیم، بعد از حذف این رخ این پیاده بدون دفاع اسب من میتونه روش کار بکنه و با کیش هم میتونه روش کار بکنه. این نکته هست. چی کار کرد من متوجه نشدم دقیقاً. با وزیر از این داره دفاع میکنه، من رخت رو میتونم بزنم با کیش بزنم و بعدش رو این
البته اینو اومد دفاع کرد، به خوبی هم دفاع کرد، با وزیر جفت در واقع پیاده‌شو داره دفاع میکنه. حالا من میتونم پیاده‌مو برونم، پیاده رو به سمت جلو برونم. خوبیش اینه که خونه آخرم سفیده و فیلش دسترسی نداره، این نکته مثبته. خب پیاده رو میرونم جلو. البته یک تاکتیک حذف مدافع داره، فیلش بخواد رو اسب من کار بکنه، من بخوام پس بگیرم پیاده من رو وزیر میگیره، تاکتیک هست. و تمام اون البته بعد از گرفتن، نگاه کنی حذف مدافع بخواد بزنه، بخوام بلند بکنم با کیش بلند میشه و بعد از رفع کیش کردن از اون پیاده میتونم دفاع کنم. پس اون پیاده رو نمیتونه و اینو دقیقاً میبینه، خیلی خوب داره بازی میکنه، اینو میبینه و میخواد حالا فکر میکنم رو اسب من کار بکنه که دیگه کیش برخواست نخوره، بعد بتونه اون پیاده رو از من بگیره. اما کارهای بهتری ما میتونیم انجام بدیم. مثلا وزیرم رو میتونم اضافی بکنم، پیشنهاد تعویض وزیر اجباری بهش بدم. اگه وزیر تعویض نکنه حمایت خیلی محکمی میشه از این پیاده‌ای که اومده نشسته اینجا. دیگه زدن این اسب اصلا برام اهمیتی نداره، حالا باید تو فکر وزیرش باشه. این پیاده رو دیگه کسی نمیتونه جلوشو بگیره، چون 2 تا خونه دیگه تا وزیر شدن فاصله داره. 2 دقیقه و 20 ثانیه، حریف من 6 دقیقه. ریتینگ 1164 از سوئیس، من هم ریتینگم تو این بازی 1131. خب در واقع داره چیزی که به من میگه تو اگه بگیری خونه بعدی که بخواد وزیری بکنی سیاهه، یه مقدار اذیت میشی. ولی من شاهمو میتونم اضافی بکنم و اصلا نگران اون موضوع نیستم. شاه من تا شاهش بخواد برسه، شاه من رسیده اونجا. ببین تعداد خونه هاشو. این پیاده رو با کیش میگیرم و باید خیلی دقت کنم پیاده روندش منو اذیت نکنه. خب پیاده روندش باید من رو اذیت نکنه. حتی این کیش رو دارم، الان میتونم پیاده رو ازت بگیرم، با کیش هم بگیرم. خب و پیاده رو با کیش میتونم ازت بگیرم. بذار اینو بگیرم و همینجا فکر میکنم میاد سمت اسبم و کیش مجدد دیگه من ندارم. عرض به حضور شما که حداقل کاری که میتونم بکنم جلوی این مسیر رو ببندم. مسیر یکی از پیاده‌هاش رو. بعد دیگه خیلی سریع باید برم سمت پیاده‌ای که اون گوشه افتاده و بتونم کار رو یک مقدار، شاید تمپ از دست دادم من سر این موضوع، شاید یک مقدار تمپ از دست دادم چون مسیر من دورتره. خب برای این موضوع حداقل کاری که میتونم بکنم مسیر شاه رو ببندم. البته بازم اون یه پیاده رو بگیره بازم مشکل پیش نمیاد. خب یعنی اون رو هم بگیره بازم ما جلویم. خب اون رو بگیرم بازم ما جلویم، ولی فکر کنم این پیاده حرکت خوبیه، بخواد بزنه با تمپ کیش میشینم، نزنه که یه پیاده دیگه میره ازش حمایت میکنه و نمیزنه و وقتی نزنه من میتونم بزنم رو جفتش، میتونه کار بکنه. این مسئله رو داره، اما دست آخر باز هم من جلوترم. این کیش اول، این پیاده رو حالا میتونم بگیرم، پیاده روندت رو، و خیلی میتونم اذیتت بکنم. چرا؟ چون این پیاده‌ت رو هم گرفتم. درست اون پیاده رونده من رو گرفت، خیلی تمپ بابتش هزینه کردم، ولی حسنش اینه که دیگه اصلا پیاده رونده‌ای نداره چون مسیرش بسته است. و نکته دومی که هست اینه که حالا من باید فرصتم رو خرج روندن پیاده‌های روندم بکنم. 1 دقیقه و 50 ثانیه تایم من به شدت داره کم میشه. تا جایی ممکن باید تو خونه‌های سفید رنگ بازی بکنم. 2 پله میرم جلو. تا جایی ممکن باید خونه‌های سفید رنگ بازی بکنم و این پیاده به هیچ عنوان جلو نمیتونه بره. و دست آخر اگه بخواد بیا جلو من بزنم، با فیل بزنه، دست آخر یک پیاده رونده‌ای برای من میمونه که به شدت میتونه حریف رو اذیت بکنه. با 2 تا سوار میتونم روش شدیداً مانور بدم. خب عرض به حضور شما که فعلا باید بیشتر از این فکر نکنم. اینجا رو من دارم. بعد
کار داره خوب جلو میره، انصافا کار داره خوب جلو میره، با اینکه تایم من کمتره اما امید من به این برد خیلی بالاتره. یعنی با 4 تا متریال جلوتر اون پیاده رونده من وزیر میشد دیگه اصلا کار به اینجا نمیرسید، کار اصلا به اینجا نمیکشید. کیش رو بخوام بهش بدم، کیش خیلی جدی نیست اون کیش. خب هدفش اینه که بیاد این پیاده رو نجات بده، هدفش نجاته، ولی شاید من اینو بخوام برونم جلو مجبور بشه بزنه و من پس بگیرم دیگه، نگرانی بابت پیاده رونده نداشته باشم و کار رو راحت تر جلو ببرم. حالا باید این پیاده رو ازش مثل چی مراقبت کنم، پیاده‌ای که خیلی خیلی قوی داره برای من کار میکنه، بازی میکنه. خونه سفیدم نشسته، دسترسی بهش نداره فیلش. این فیل رو ازش بتونم بگیرم کار من خیلی راحت میشه. فیل رو ازش بتونم بگیرم کار من خیلی راحت میشه. کیش رو بهش میدم، بعد میتونم پیاده بازی بکنم. مجبور فیلش رو تکون بده، مجبور فیلش رو تکون بده. تمام نقطه قوت من در واقع این پیاده‌ایه که قرار وزیر بشه و حریف هم به خوبی این رو میدونه این موضوع رو و نشسته پشت بست محکم نشسته پشت این پیاده که یک موقع وزیر نشه. و من نمیخوام اسبم رو تو تله بندازم، راستش نمیخوام اسبم رو تو تله بندازم و هیچ نیازی نیست که بخوام اسب اینجا نگه دارم. اسب خونه‌های سفید کار میکنم، بعدم میتونم قطر فیلی که داره اذیت میکنه رو ببندم حتی، ولی فعلا نمیتونم این کار رو بکنم. کیش رو دارم اینجا، این کیش رو دارم، با فیل بخواد بزنه با شاه پس میگیرم دیگه، بازی ساده میشه. بازی دیگه قراره بعد از این ساده تر بشه. چرا؟ چون یک فیل اضافی من دارم تو بازی، یک فیل اضافی دارم و یک مقدار میتونم حریف وزیر. نمیدونم این بازی ختم برد میشه مساوی هست یا نه، ولی مسئله‌ای که هست اینه که شاهش نشست تو خونه آخر و شاه نشست تو خونه آخر و خونه آخر هم مخالف رنگ فیل منه و شاید مساوی باید بازی باشه، چون در واقع من فعلا این رو میرونم جلو، بیشتر از این نمیخوام فکر بکنم. حرکت انتظاری رو دارم اینجا با فیل، شاید بتونم شاهش رو یه جوری دفع بکنم. این خونه شاه مجبوره تکون بخوره، شاه مجبوره تکون بخوره و حالا من این کیش رو دارم، کیش میتونم بهش بدم. بعد از کیش دادم باید تو فکر روندن پیاده باشم. این شاه ظاهرا قرار نیست از اینجا تکون بخوره. جالب شد، الان یک مقدار جالب شد به این دلیل که من حالا شاهم رو جیدو بازی بکنم دیگه نمیتونی جلو این پیاده رو بگیری. خب اینجا فکر میکنم اشتباه حریف بود، یه بار محاسبه کنم جیدو بزنم، شاه دیگه نمیتونه تو رنگ آخر بشینه و اشتباه اصلی رو اینجا فکر کنم زد. خب من جیدو به راحتی بازی میکنم دیگه، نگران فیلم نیستم و اشتباهو زد، اینجا با وزیر میام تو. اصلا فیل بر من مهم نیست. دیگه این بازی ماته، دیگه این بازی برد. خیلی سریع باید کار رو جلو ببریم. 10 ثانیه‌مو تون استفاده کنم که بتونم به تایمم بیشتر اضافه کنم. خب باید حواسم باشه که مساوی ندم، به فضا در واقع تنفس داشته باشه و تا جایی که میتونم در واقع فضای تنفس به شاهش بدم. مسیر رو میبندم کامل با وزیر، یعنی کلا سمت چپ سفر رو الان نداره حریف و وقتی سمت چپ رو نداره باز هم بهش نزدیکتر میشم. حالا در واقع اگه بتونید تصور کنید 4 قسمت کنید صفحه شطرنج رو، 4 تا 1/4، الان 1/4 فقط سمت گوشه پایین سمت راست رو داره. خب وزیر من 3/4 سفر رو برای حریف بسته و به راحتی میتونم با شاه هم حالا نزدیک بشم و کلا تو این 1/4 پایینی گیر کرده الان. خب باز هم مسیر رو براش کوچیک‌تر میکنم،
هی اون کادری که میتونه نفس بکشه رو کوچیک‌تر میکنم و بالاخره یک جا گیر میفته و مجبور میشه که کار رو انصراف بده. فقط خیلی باید حواسم باشه که مساوی چیزی اینجا من ندم. بازی داره فعلا، همچنان بازی داره شاهش. و جالبه که انصراف رو هم نمیزنه، قطعا به نیت در واقع مساوی گرفتنه که انصراف نمیزنه. خب بعد حواسم باشه الان من شاهم رو تکون بدم، خب بازی مساوی که نه، این خونه رو داره. خب شاهم رو همچنان میتونم تکون، ولی تو این موقعیت ها میدونم که شاه باید جلوتر از وزیر باشه، یعنی آخر بازیه که شاه باید از وزیر جلوتر باشه و شاه که باید از وزیر جلوتر باشه فعلا بازی دیگه داره، فعلا بازی داره این خونه رو و ریزاین نکردنش هم قطعا برای مساوی گرفتنه، این شکی توش نیست. خب اینجا باید خیلی حواسم باشه که فضا تنفس برای شاه بذارم من. خب فضا تنفس واسه شاهش میذارم، فضای تنفس برای شاهش میذارم و شاید یک مقدار من ضعف دارم تو این آخر بازی وزیر و شاه. دقیقاً تو بازی فیزیکی هم که تو در واقع بیرون از خونه مهره فیزیکی بازی میکردیم، رو این موضوع یک مقدار طول کشید میکردم مات بکنم، ولی اشکالی نداره. فکر میکنم شاه باید یه خونه جلوتر باشه، شاه جلو حرکت بکنه. من این کیش رو بهش میدم، از بالا الان میخواد فرار بکنه، یک مقدار نقطه ضعف منه. یک مقدار این مدل مات کردن و نقطه ضعف منه. اینو دور میکنم، خیلی شاهم رو میخوام یه ذره نزدیکتر بکنم، بعد نفوذ بکنم بهش. دقیقاً اینو میدونه، این موضوع رو دقیقاً میدونه. اجازه نمیده به من و اینو من یک مقدار رو همون سیستم رخ جلو میرم. اجازه بدید من با سیستم رخ جلو برم، بعدا مات در واقع با وزیر مات کردن رو اند گیمش باید بیشتر کار بکنیم. من همچنان فضا تنفس بهش میدم، با سیستم رخ ماتش میکنم و کار رو با همون سیستم رخ جلو میبریم. خب یعنی با سیستم رخ که اند گیم رخ رو ما قطعا بازی کرده بودیم، میدونستیم چجوریه و اینجا در واقع یه خونه رو مجدد میبندیم براش. حالا میتونه وزیر من در واقع اینجا کارش رو با این حرکت تموم کنه. این هم مات حریف تو این بازی مات شد و بازی رو تونستیم ببریم. ریتینگ رسید به 1149 واحد اضافی شد. امیدوارم که از این بازی هم بتونین برای بازی خودتون استفاده کنین و ممنون میشم که کانال رو سابسکرایب بکنین تا ویدیوهای بعدی. فعلا خدا نگهدار.